داستان اون درباره ترس نیست، بلکه خود ترس را برای شما تعریف می کند. این داستان در مورد بچه‌هایی است که آزار دیدند و البته بزرگسالانی که به روی خود نمی آورند. چیزی به مراتب پرمعناتر در ژرفای این داستان ترسناک پنهان شده است. این داستان به شما میگوید که ریشه ترس‌ها و تروماهای ما از کجاست، چطور خود را بروز می‌دهند و به چه قیمتی. 1166 صفحه که ارزش خواندن را دارد تا درک بهتری از ترس‌ها و تروماهای خودمان و البته دیگر